امروز در کشور ما این جهات قابل مقایسه با قبل از انقلاب نیست. شماها اغلب یادتون نیست قبل از انقلاب رو. عجیب بود، هم اینجا هم بعضی جاهای دیگه. ما عراق رفته بودیم، یه سفر عتبات مشرف شدیم، هر کار کردیم برای نماز صبح نایستاد، توقف نکردیم، نمیشد، جوری تنظیم کرده بودن. بنده مجبور شدم در اون اواخر قطار خودم از پنجره بندازم بیرون، چون نمیشد، در داخل قطارم کثیف بود، جوری بود نمیشد نماز خوند که نماز بتوانم بخوانم. نزدیک ایستگاه بود یا اوایل ایستگاه بود. بنده مجبور شدم در اون اواخر قطار خودم از پنجره بندازم بیرون، که نماز بتوانم بخوانم. نزدیک ایستگاه بود یا اوایل ایستگاه بود.